سلام دوستان، ایام بکام. توی این ویدیو میخوام در مورد مضرات استفاده از چراغ هنگام خواب صحبت کنم. پس با من همراه باشید. خوابیدن زیر نور چراغ برای افرادی که از تاریکی وحشت دارند گزینه خوبی است، اما این کار مضراتی هم دارد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره میکنم. مورد اول اینکه خوابیدن با چراغ روشن در هنگام شب باعث ایجاد اختلال در سیستم عصبی می شود و احتمال ابتلا به افسردگی را افزایش داده و سبب ضعف حافظه می شود. تماس با نور به هنگام خواب در واقع سبب بروز تغییرات و تفاوت‌هایی در ساختار منطقه‌ای از مغز موسوم به هیپوکامپ می شود. هیپوکامپ نقش کلیدی در رابطه با اختلالات افسردگی ایجاد می کند. همچنین قرار گرفتن در معرض نور هنگام خواب سطح هورمون کورتیزول را در بدن بالا می برد و بعضی تغییرات فیزیولوژیک را ایجاد می کند که در نهایت به بالا رفتن احتمال ابتلا به افسردگی و کاهش تمرکز و حافظه منجر می شود. اگه تا اینجای ویدیو مورد پسندتون بود، لایک کنید تا بریم سراغ ادامه ویدیو. یکی دیگر از مضرات خوابیدن در هنگام شب زیر نور چراغ اختلال در قند خون و عوامل خطر بیماری قلبی، دیابت و سندرم متابولیک را افزایش می‌دهد. یکی دیگر از عوامل پرخطر خوابیدن زیر نور چراغ این است که خطر ابتلا به سرطان پروستات را در مردان افزایش می‌دهد. در کشورهایی که مردان هنگام خواب شبانه کمتر زیر نور چراغ استراحت می‌کنند، از هر 100,000 مرد 67 نفر به سرطان پروستات مبتلا می‌شوند. در صورتی که این رقم در کشورهایی که زیاد از چراغ خواب استفاده می‌کنند 30% بیشتر است. ضرر دیگر استفاده از چراغ روشن در هنگام خواب این است که بینایی کودکان را کم می‌کند. کودکانی که قبل از 2 سالگی عادت به خوابیدن در اتاق روشن را دارند، امکان ضعیف شدن بینایی چشمشان 5 برابر بیشتر از سایر کودکان است. همچنین خطر ابتلا به نزدیک بینی در بین کودکانی که در دوران نوزادی از خوابیدن در محیط‌های کاملا تاریک محروم بودند خیلی بیشتر از کودکانی است که در تاریکی مطلق می‌خوابیدند. ضرر دیگر چراغ روشن این است که شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر بانوان را افزایش می‌دهد. قرار گرفتن در معرض نور در هنگام خواب ساعت داخلی بدن را مختل کرده و می‌تواند عامل مؤثر در تشدید چاقی باشد. همچنین وجود نور مصنوعی هنگام خواب با کاهش ترشح ملاتونین موجب تضعیف ایمنی بدن می‌شود و سرطان سینه را در بانوان افزایش می‌دهد. به خاطر داشته باشید حتی نور تلویزیون هم می‌تواند روی سلامت روانی تأثیر منفی داشته باشد. پس توصیه می شود روشن گذاشتن چراغ هنگام خواب را فراموش کرده و با تمرین کردن این عادت بد را که ضررهای فراوانی به بدن وارد می کند را ترک کرده و خوابی آرام را به خود هدیه دهید. ویدیو بعدی من در مورد مقابله با امواج مضر و تشعشعات وای فای می باشد. لطفاً من رو ساب کنید تا ویدیوهای من براتون در دسترس باشه. ممنون از همراهیتون.